میدونید چرا خوزستان رتبه 1 فلاکت کشور رو کسب کرد؟ شاخص فلاکت چیه؟ مجموع نرخ تورم به علاوه نرخ بیکاری میشه شاخص فلاکت. حالا هر چقدر این میزان بالاتر باشه یعنی فشار اقتصادی بیشتری داره به اون مردم وارد میشه که خدا رو شکر ما رتبه 1 فشار رو در کشور کسب کرد. اما چرا فلک زده ایم؟ شاید به خاطر اینکه بیش از 80% نفت در کشور رو ما تولید میکنیم، یا رتبه دوم گاز در کشوریم، یا رتبه اول کشاورزی در کشوریم، یا نه شاید به خاطر اینکه بیش از 50% محصولات پتروشیمی در خوزستان تولید میشه، یا هم نه رتبه اول تولید برق در کشوریم. جالب، ما در زمستان 403 رتبه 5 فلاکت در کشور رو داشتیم و رتبه 4 بیکاری. الان رتبه 1 فلاکت، رتبه 2 بیکاری. یعنی هر جور به این موضوع نگاه بکنی، از هر زاویه‌ای بهش نگاه بکنی، نمیشه با این همه امکانات این رتبه و عملکردتون باشه. من پیشنهاد میکنم این میزان سوء مدیریت رو، هم هنر و هم دانشی که ترکیب شده تا به این نتیجه برسه، یه جایی ثبت کنید، یه گینسی، نمیدونم توی تاریخی، چیزی که به درد بقیه در آینده بخوره. شاید یکی بخواد بالاخره به چنین عملکرد قشنگی در آینده برسه، یا یه استان یا یه کشوری رو به هر صورت به چنین وضعیت اسفبار فلاکت زده‌ای برسونه. اینو ثبت کنید. حیفه ها.